السلام علیکم هموطن و همزبانان عزیز. اینک امروز به تأسیس گروه فرهنگی و فراغتی صدای تاجیک 3 سال پر شد. گرچند 3 سال در تقویم تاریخ مدت طولانی نیست، اما گروه صدای تاجیک در این فرصت کوتاه توانست که خوانندگان خود را دریافت کند. واقعا امروز در شبکه‌های اجتماعی از جمله در تلگرام کانال و گروه ها خیلی زیادند، اما صدای تاجیک در این فرصت توانست که صدای خود را داشته باشد، خواننده و همصدایان خود را صاحب گردیده باشد. غیر از این در این فرصت کوتاه گروه صدای تاجیک مرزها را عبور کرده امروز مطالب گروه را نه تنها از ازبکستان بلکه از کشورهای هممرز از سرتاسر جهان مطالعه و پیگیری می‌کنند. واقعا در این فاصله کوتاه مأموریت گروه توانستند به مقصد خود که تحکیم فرهنگ، گسترش رابطه‌های دوستی، ترغیب خودشناسی و خودآگاهی ملی، اینچنین از تقدیم مطالب و معلومات‌های جالب عبارت است برسند. طول این 3 سال ما با مقصد ترغیب مطالعه کتاب، گسترش فرهنگ یک قطار آزمون و عکسیه‌ها گذراندیم. خرسندی بخش است که در این آزمون و عکسیه‌ها خوانندگان از گوشه و کنار کشور خیلی فعال اشتراک کردند. از فرصت نیک استفاده برده با نیت‌ها و امیدهای نکو تمام خوانندگان گروه را با این سنه مبارک صدقاً شاد باش میگوییم. بگذار استقبال دهمین، 20مین، 100مین سالگرد تأسیس گروه صدای تاجیک برای ما و شما نصیب کند. دوستان عزیز، دستگیری شما همیشه ما را انگیزه نکو میبخشد تا که برای شما بهترین مطالب، جالبترین معلومات، حکایه های عبرت انگیز، نوارهای دلانگیز و سرودهای مرغوب را پیشکش سازیم. با ما بمانید و ما همیشه برای شما بهترین ها را پیشکش میکنیم. این روزی نکو برای همه ما و شما مبارک باشد.